سلام به همه دوستان عزیزم، مخصوصا ورزشکارا. امروز اومدم 3 تا از ویژگی‌های ماساژ قبل تمرین رو بهتون بگم. البته بعد تمرین هم داریم، اونم داره یه وقت دیگه عرضتون میکنم. با هم ببینیم. گزینه اول ماساژ قبل تمرین باعث کاهش تنش عضلانی و استرس در بدن میشه و موجب میشود که هورمون‌های احساس خوب یعنی اندورفین، دوپامین و سروتونین در بدن ترشح شود و این هم باعث انگیزه در ورزشکار میشه. گزینه دوم ماساژ قبل تمرین باعث ایجاد انرژی و قدرت در بدن می شود. با بالا رفتن جریان خون توسط ماساژ مواد مغذی بیشتری در سراسر بدن پخش می شود. خب با این حالت هم کل بدن تقویت می شود و انرژی لازم برای تمرین کردن رو به دست میاره. این هم از گزینه دوم. گزینه سوم ماساژ قبل تمرین باعث جلوگیری از آسیب دیدگی می شود. چطور؟ تو با ماساژ دادن عضلات اطراف مفاصل که خشک شدن یا گرفتگی شدیدی دارن، اونا شل میشون و در نتیجه دامنه حرکتی مفاصل بیشتر میشه و با بیشتر شدن دامنه حرکتی مفاصل هم از آسیب دیدگی هنگام تمرین جلوگیری میکنیم. این هم 3 تا از ویژگی‌های مثبت ماساژ گرفتن قبل تمرین. امیدوارم که استفاده کنید. در خدمتتون هستم، منتظر باشید برای فایل‌های بهتر. خدا نگهدار.